چند میلی لیتر آب مقطر با دمای 9 درجه باید به 75 میلی لیتر آب مقطر با دمای 35 اضافه بشه تا دمای پایانی 19 باشه. همچنین گفته برای افزایش دمای مخلوط از 19 به 44 چند کیلوژول گرما لازم هستش. برای قسمت اول مسئله‌مون میتونید از یه تکنیک استفاده کنید به اسم دمای میانگین، به این صورت که ما میتونیم حجم اولیه رو ضرب در دمای اولیه کنیم به اضافه V2 ضرب در T2 و در نهایت تقسیم بر حجم هامون. اون چیزی که در واقع مجهول سوال هستش که اینجا حجم همیشه باید توی مخرج بنویسیم. خب ما حجم اولیه رو نداریم، دمای اولیه 9 هستش، به اضافه برای قسمت دوم حجمش رو می‌نویسیم ضرب در دما تقسیم بر V1 به اضافه حجم ثانویه، دمای پایانی سامانه هم که گفته میشه 19. در نتیجه V1 ما میشه 120 میلی لیتر قسمت اول سوال. قسمت دوم از ما میخواد که گرما رو محاسبه کنیم. این میشه در واقع همون مجموع حجم هامون، یعنی ما اینجا میتونیم میلی لیتر رو همون گرم هم در نظر بگیریم. پس میشه 75 به اضافه 120 ضرب در سی ویژمون که 4.2 هستش برای آب ضرب در دلتا تتا ما که میشه دمای ثانویه منهای دمای اولیه که در واقع این میشه مقدار گرمای ما بر حسب ژول که اگه بخوایم به کیلوژول تبدیل کنیم باید ضرب در 10⁻³ یا همون تقسیم بر 1000 کنیم که میشه پاسخ نهایی ما.